سلام و وقت شما بخیر. تحصیلات عالی در کشور چین. از کشور چین ما بورسی زبان در شهر نانچنگ براتان پیشنهاد میکنیم و امتیازات مثل 2 ساعت فاصله از شهر ایو را داره. رینکینگ تاپ 600 در سطح جهان داره. البته پانتونی که ما امروزشان کار میکنیم تاپ رنگ است، یعنی 600 در سطح جهان و 3 ساعت فاصله از طریق ترین به شهر گوانزو فاصله داره. امتیازاتی که شما به دست میارین بعد از ختم دوره زبان چینایی: 1 تحصیل و لیلی رایگان است، 2 جیب خرچی ماهوار است که براتون از طرف دولت داده میشه و 3 ویزا به صورت تضمینی براتون اجرا میشه، فقط در بدل $1050 که شامل لیلی و خدمات ادمیشن و ویزا میشه. شهر نانچانگ پایتخت ایالت جیانشی است و از جمله شهرهای جنوب شرقی چین محسوب میشه. البته یک شهر تجارتی است و نانچانگ چون پایتخت است اکثریت پانتونای معتبر این ایالت در خود جا داده و یک شهر تجارتی و صنعتی هم محسوب میشه و این شهر نزدیک شهرهای ایو و گوانزو است. این برای کسایی که مقاصد تجاری دارن میتونن بسیار کمک بکنه برشان و در نهایت ما مصرف بسیار پایین آوردیم نسبت به برنامه‌ای که از قبل بوده. $2000 فعلا ما 1050 براتون این برنامه رو اجرا میکنیم. این دستاوردهای ما است از سال 2024 و یک تعداد ویزا ها است و قبولی محصلین است که درج ساختیم براتون اینجا. پروسیجر کاری چه قسم است؟ مرحله اول شما تمام مدارک و اسنادایی که لازم است شما آماده میسازین. در شروع شهادتنامه، پاسپورت، عکس، فرم صحیح، فرم عدم مسئولیت لازم است. و مرحله دوم شما در مدت 20 الی 30 روز دعوتنامه نهایی را به دست میارین یا JW فرم همراه ادمیشن نوتیس. و در مرحله سوم بعد از اینکه JW فرم و ادمیشن نوتیس براتون رسید شما اسنادتون آماده میسازین و میرین به سفارت به ویزا درخواست میتین. البته با تمام راهنمایی که از طرف ما به شما صورت میگیره. و در مرحله 4 شما تکت میگیرین و به چین سفر میکنین و در پانتون مربوطه میرین و مراحل ادمیشن و ثبت نامتون تکمیل میکنین و درسایتون شروع میکنین. درباره مصارف براتون بگویم. فیس 1 سال لیلیه داخله اپلیکیشن تمامش مجموعاً $1050 میشه و فیس 1 سال زبان چینایی وقت شما چین میرسین و مبلغ میپردازین $480 میشه. 1 سال اقامه تحصیلیتون، یعنی از طرف دولت از شما فیس گرفته میشه تا ویزی 3 ماهیتون به اقامه 1 ساله چین شود. 400 یوان میشه. 400 یوان یا 400 آرینبی را میتونین در گوگل چک بکنین، حدوداً $40. فیس 1 سال بیمه صحی هم 800 یوان است که حدوداً $100 میشه. $110 میشه. در نهایت شما میتونین از طریق واتساپ، تلگرام یا هم از طریق ایمیل همراه ما در ارتباط شوین و شماره تماس هم همچنان اینجا درج شده، میتونین از این طریق با ما تماس بگیرین. تشکر از وقتی که گذاشتین.